در یکی از برنامه‌های شب‌های قبل صحبت و گزارشی در مورد جلساتی که در ماه مبارک رمضان برگزار میشه خدمتتون ارائه کردیم. در برنامه امشب به نمونه‌ای از اثرات و برکات شرکت در چنین مجالسی اشاره می‌کنیم که گزارشی است از یک خانواده اصفهانی که در این راه توفیقاتی داشتند. دعوت می‌کنم به گزارش امشب توجه بفرمایید. آقای نودوس لطفاً بفرمایید در ماه مبارک رمضان چه جلساتی شرکت می‌کنید؟ ما به لطف خداوند متعال جلسات متفاوت میریم ابو حمزه و به طور کلی هر روز، یعنی بعد از نماز مغرب و عشا در محلمون داریم که برنامه قرآنه و میتونیم بگیم در ماه مبارک رمضان 30 جزء قرآن را تموم میکنیم و از برکت همین مجالس بود که خداوند متعال لطف کرد و اولاد سوم و چهارم من که الان خدمتتون هستن رو به قرآن آوردند و تا اونجایی که به لطف خداوند در 8 ماه بهمن ماه سال 1370 خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و تشویق مردم نجیب و شریف کشورمون بود که باعث شد اینا رشد کنن که حالا بتونن خدمت شما باشن. و یکی از کرامات نزدیک شدن به قرآن اینه که اولاد انسان که باقیات الصالحات میتونه برای ما باشه رو به قرآن میارن. الان آقا محمدمون که اولاد آخر منه میتونید ملاحظه بفرمایید که انشالله چند آیه را با ترجمه فارسی، انگلیسی و بعضا فرانسوی برای بینندگان بیان میکنه و انشالله باقیات الصالحاتی بشه برای همه ما. آقا محمد شما میتونید در مورد اهمیت ماه مبارک رمضان و گرفتن روزه آیه از قرآن کریم برای ما بخونی؟ آیه 183 سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، روزه داشتن هم بر شما فرض گردید همانطور که بر امم گذشته فرض شد و این دستور برای آن است که پاک و پرهیزگار شوید. O you who believe fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you so that you may guard against the evil. بله، در مورد اهمیت و مقام شهید اگر که آیه میدونی قرائت کنید. آیه 154 از سوره بقره: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون. و آن کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدی است ولیکن همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت. And do not speak of those who are slain in Allah's way as dead. Nay, they are alive, but you do not perceive. بله، خیلی ممنون آقا محمد. در مورد محبتی که خداوند نسبت به رزمندگان اسلام داره آیه هست. آقا محمد اگر میشه این آیه رو برای بینندگان ما قرائت کنید. آیه 4 سوره صف: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خدا آن مومنان را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنین هم دست و پایه دارند بسیار دوست می‌دارد. Surely Allah loves those who fight in his vain ranks as if they were of a man compelled one. فرانسه: ویدیو امسو که کمبک دانسون سانتی آنقان سقه کن سیل اتعنده دیفیس پولوم. خیلی ممنون آقا محمد. اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير وجعلنا من اهل الخير. خدایا شروع کار ما را به خیر و عاقبت کار ما را نیز به خیر و ما را از اهل خیر قرار بده.